خب من در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای موسوی و دوستداران موسیقی و هنر و ادبیات گیلان و دنبال کنندگان صفحه زنده یاد آشورپور که ما از این طریق در خدمت آقای موسوی هستیم. خب کسی فکر نمی‌کنم در ایران با ادبیات آشنا باشه و آقای موسوی رو نشناسه. آقای حافظ موسوی شاعر، منتقد و پژوهشگر نامی ادبیات کشورمون هستن و افتخار دادن که امشب باشون درباره احوال و آثار آقای آشورپور و خاص در واقع شعر آشورپور یا ترانه آشورپور صحبت کنیم. امیدوارم که گفتگوی مفیدی برای علاقه‌مندان هنر و ادبیات کشورمون خاص گیلان باشه. در خدمت شما هستیم که صحبت آغازین رو اگه فرمایشی دارین بشنویم آقای موسوی. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانی که دارن برنامه رو میبینن دنبال میکنن و چقدر خوب هست که با یاد زنده یاد آشورپور، استاد آشورپور که حق به سزایی به گردن فرهنگ و شعر و این گفتگو رو داریم انجام میدیم. خیلی ممنون از شما آقای موسوی. در ابتدا من ازتون اجازه میخوام که یک سوال در واقع مدرسه‌ای ازتون بپرسم برای اینکه مختصات در واقع گفتگومون، پایه گفتگومون روشن بشه. اونم اینه که میخوام یکم خواهش کنم که درباره تفاوت ترانه و شعر برای ما بفرمایید که خیلی وقتها این دوتا انگار به اشتباه استفاده میشن یا اینکه به دقت استفاده نمیشه این کلام. تو کتاب خود آقای آشورپورم در مقابل برای نامگذاری تمام اشعار از واژه شعر و شاعر استفاده شده و در حالی که تعدادی از اونها ترانه هست و شاید اغلبشون. اصلا آیا این حساسیت لازم هست که ما شعر و ترانه رو از هم جدا بکنیم و این دوتا چه تفاوت‌هایی با هم داره؟ خب اگه از آخرین حرفتون بخوام بگیرم، این حساسیت خب شاید هم چندان لازم نباشه، ولی که اگر از لحاظ تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من مادر شعر و موسیقی ترانه است. یعنی به روزگاران پیش از در واقع ادبیات مکتوب اگر برگردیم، نخستین سروده های بشری ترانه ها بودند. در واقع ترانه ها بیان احساسات و عواطف مردمی بوده که حالا در هنگام کار، در هنگام شادمانی، در هنگام سوگواری اینها رو در واقع بر زبان جاری میکردن و معمولا هم به صورت با لحن و با در واقع ترنم و موسیقی همراه بوده. بنابراین میشه گفتش که محل تلاقی در واقع شعر و موسیقی چیزی هست به نام ترانه. از این جهت میشه گفتش که ترانه دیرین سالتر از ادبیات رسمی هست. ادبیات رسمی به عبارتی در واقع ما ادبیاتی که مکتوب هست، نمیدونم نه این ادبیاتی که سینه به سینه نقل شده، اون ادبیات رسمی معمولا با حماسه شروع میشه. یعنی ابتدا حماسه است که در حماسه از رویدادهای مثلا جنگی، از رویدادهای حماسی، از قهرمانگری یا مسائلی از این دست اجتماعی صحبت میشه و بعدن هست که شعر تغزلی یا غنایی یا لیریک در واقع پدید میاد. اما در ادب میگم یه تفاوت در ادب، وقتی ما ادبیات رسمی رو بررسی میکنیم، ابتدا ادبیات حماسی رو داریم، بعد وارد ادبیات غنایی لیریک میشیم. اما در ادبیات عامه ما ابتدا ادبیات لیریک رو داریم. البته بعداً در ادبیات عامه مثلا گوسان ها رو اگه اشاره بکنیم، خب اونها روایت های حماسی یا سوگ یا مسائل اجتماعی از این قبیل رو دارن. بنابراین به یک معنا من میخواستم اشاره بکنم به این که ترانه خاستگاه شعر و موسیقی است. یعنی انسان حالا پیشا تاریخی اگه در نظر بگیریم، پیش از ادبیات رسمی، از طریق ترانه و تلفیق ترانه که ساختار موسیقایی داشته، احساسات و عواطف خودش رو بیان میکرده. در ادبیات رسمی به نظر من خاستگاه ادبیات غنایی و لیریک و بعد در ادبیات خود ما غزل همین ترانه ها هستن. منتها حالا بعد ما وارد ادبیات رسمی بشیم، فنون ادبی اضافه میشه و حالا میرسیم به دوران معاصر. این سوالی که الان مطرح میکنید
در واقع الان حالا گروهی شاید قصد دارن که یه جور به اصطلاح جدا بکنن این دو تا حوزه رو از هم دیگه. اینی که خب در ادبیات مدرن یک بخشی از ویژگی‌هایی که ما در ترانه سراغ داریم دیگه در ادبیات مدرن الزامی نیست و به همین ترتیب بخشی از بسیار سازوکارها یا چیزهایی که باید در ادبیات رسمی در شعر مثلا به کار برده بشه در ترانه الزامی نیست. ولی وجه در واقع مشخصه ترانه اینه که باید یک جور هماهنگی و همسازی با عنصر در واقع آواز و موسیقی داشته باشه. این چیزیه که مثلا ما در شعر منصور این ویژگی رو نداریم، در حالی که ترانه لزوما میباید به اصطلاح یه جوری یک راه بده، یک پیوند و همبستگی با موسیقی داشته باشه. حالا البته در موسیقی های جدید، مثلا در موسیقی حالا راک و اینها که نگاه میکنیم، من بعضی از چون یکی از پسرای خود منم این کار رو میکرد، بعضی موقع ترانه هاشو میداد من ببینم، میدم که وزن به معنای متعارف ما نداره، اما در اون دستگاه در واقع موسیقای خودشون خب وزن و ریتم. حالا اینجا شاید به عبارتی از وزن ما باید عبور بکنیم به ریتم برسیم. یعنی ترانه یکی از مختصاتی که میباید داشته باشه برخورداری از ریتمی است که بتونه در به اصطلاح موسیقی خودش رو نشون بده. این چیزی که حالا یک بیان غیر تخصصی در مورد این دو حوزه. خب سوالی که پیش میاد اینه که آیا اون خصوصیاتی که در ترانه لازم نیست و در شعر لازمه و شاید ترانه رو ساده تر میکنه از صنایع ادبی کمتر بهره میبرن، خود شما لزومی هم البته ندارن که بهره میبرن، ارزش ادبی ترانه رو پایین تر میاره آیا؟ ببین میشه گفت کاربردهای متفاوت. حالا اتفاقا مثلا میگن که شعر مدرن شعر خلوته، یعنی شعر رو شاعر در خلوت خودش میخونه، در حالی که ترانه خلوت نیست. وجود صنایع ادبی به کارگیری صنایع ادبی طبیعتا قدری انتقال در واقع حس و حال شعر رو ترانه رو خب به تأخیر میندازه، خب در حالی که ترانه قصدش ارتباط گیری در سریعتره. اما اینم بگم که بسا ترانه هایی که ما در همین 100 سال اخیر خودمون داریم از جنبه های به اصطلاح صنایع ادبی برخورداره. از جمله اتفاقا مثلا اون آواز معروف آقای عاشورپور که آسمان آتش میگفته، اگر خروسخان، آره، و اون شعر به نظر من از تصاویر درجه یکی برخورداره، از صنایع ادبی حداقل در بخشش برخورداره. لزوما به این معنا نیست که حتما ترانه باید فارغ از اینها باشه. ترانه میتونه فارغ از اینها هم باشه. البته اینو بگم، این فارغ بودن گاهی البته مثلا ما در ترانه هایی که همین سالها مثلا به ناگزیر مثلا در رادیو نشستیم، در ماشین نشستیم و رادیو گوش میکنیم، دیگه نه تنها از صنایع ادبی بی بهره است، از هنر در واقع کلامی بی بهره است، بلکه به یک سطح خب خیلی مبتذل هم تنزل پیدا کرده. خب غرض اون هم نیست. بسا ترانه ها که در عین سادگی از یک ژرفایی برخوردارن، سریعا ارتباط میگیرن، یک کاری توش انجام شده، زبان یه زبان دستمالی شده نیست. دقت بکنید این حد و مرزها رو به نظر ما باید به نمونه های در واقع خوب و عالی هر کدوم از اینا مراجعه بکنیم. یعنی شاید اگر امروزه ما از مجموع ترانه هایی که در این سالا منتشر میشه، البته اینم در نظر بگیریم که خب بخشی از گرفتاری برمیگرده به سانسور، یعنی به حالا یک شاعر ممکنه که شعرش رو بذاره تو کشوی میز خودش، سالا ازش بگذره منتشر نکنه، ولی اون کسی که ترانه سراست ترانه رو داره میز سرایت، حالا یا قصد مالی داره یا به هر ترتیب غرض اینه که به انتشار برسه. این محدودیت هم طبیعتا اون کسانی رو که قصدشون ارائه کار هنری ممکنه دلسرد بکنه. بله، خیلی ممنون. خب بریم سراغ آقای عاشورپور. سابقه آشنایی شما با مرحوم عاشورپور به کی و کجا برمیگرده؟ عرض شود خدمت شما که چه خوب شد این سوال مطرح کردید. سال 81 بود که یکی از دوستان من که آقای رحمانی پزشک هم هست،
با من تماس گرفت که میخوان یک بزرگداشتی برای احمد آشورپور بگیرن، حاضری با ما همکاری بکنی؟ خب من به آشورپورم که با صداش سالهای سال به عنوان گیلانی به اصطلاح اونس داشتم اینا، خب با کمال میل استقبال کردم. گفتم چیکار میتونم بکنن؟ یکی از من خواستن که در دعوت ها کمکشون بکنیم و چه کسانی دعوت بکنم، به خاطر ارتباط هایی که مثلا در حوزه‌ای من داشتم اینا، و یکی هم خب اجرای برنامه، که خب دعوت ها رو انجام دادیم. و من از آقای آشورپور خواستم، گفتم حالا ما کیا رو به نظر خود دعوت بکنیم؟ گفت هر کی شما بگید حتما خوبه، فقط دو نفر رو من پیشنهاد میکنم، یکی آقای علی عمویی، محمد علی عمویی، و یکی محمد نوری. که من به آقای عمویی زنگ زدم، آقای عمویی خب استقبال کرد و اون روز تشریف بردن. به آقای نوری هم زنگ زدم، نوری گفتش که آره من با آشورپور علاقمندم و بابت گل مریم وامدار آشورپور هستم و میام. و حالا غافل از این که ایشون دچار مشکلی در واقع کمبینی بود، اسرار غروبا که میشد یه جوری اسرار کمبینایی داشت و اون شب نیومد. آقای آشورپور هم خیلی دلخور شد و من زنگ زدم فردا به آقای نوری، آقا چرا نیومدی آشورپور؟ دو نفر گفته بود و یکی تو بودی. که ایشون گفتش که آره من اسرای مشکل دارم، تو خب میگفتی به ما که ما کسی رو مثل دنبال تو، که من که یکی از دوستان زحمت کشید رفت آقای عمویی رو آورد، حالا کار نداریم. در اون برنامه در واقع اینجوری بود که اون گروه، این دوست ما با آقای حسین علیزاده و اون گروه در واقع اهل موسیقی ارتباط داشت. از آقای حمیدی در اون دوره فعال بود که در زمینه ادبیات در واقع بومی ایران کارهای ارزنده انجام داد. اتفاقا رفیق ما ناصر وحدتی هم با آقای حمیدی کارو شروع کرد. اون شب یک کنسرتی همین گروه آقای حمیدی در واقع اجرا کردن. البته من در ابتدای کنسرت رفتم یک متنی که با تلفیقی از ترانه‌های آشورپور در ستایش آقای آشورپور تنظیم کرده بودم، اون رو خوندم، آشورپور رو معرفی کردم. بعد اون گروه کارشون اجرا کردن، آقای وحدتی کارهایی که اون موقع آقای حمیدی تنظیم میکرد اجرا کردن. بعد آقای آشورپور آمد روی صحنه و من فکر کنم این اولین باری بود که بعد از انقلاب آقای آشورپور آمد روی صحنه. من اون زمان در واقع دبیر تحریریه مجله کارنامه بودم. به گرافیستمون گفتم یک پورتری از آقای آشورپور در واقع تهیه کرده بود که پورتری خوب و خوشگلی هم کار در اومد، که در همون مراسم جلوی در واقع سن گشته بودیم، بعد به آقای آشورپور تقدیم کردیم. اون رو من مثل عکس تصویر اون پورتری رو به اضافه یک گزارش مفصل راجع به اون کنسرت و شخص آشورپور رو سابقه هنریش تنظیم کردم. اون موقع آقای مرداد قاسمفر دبیر بخش فرهنگ و ادب روزنامه ایران بود که اون گزارش رو، اون عکس رو فرستادیم اونجا، چاپ شد که آقای آشورپور خیلی خوشحال شد، چون منزل آقای آشورپور خیابان میرداماد بود. دفتر ما مجله کارنامه تو ظفر بود که بعد اون این مناسبت چیز شد که آقای آشورپور گاهی خب نزدیک بود، زحمت میکشید میومد و جمع دیگر میدیدیم. حتی یه بار به من پیشنهاد کرد بخوام خاطراتمو تنظیم بکنم. من گفتم استاد حالا قدری خاطرات رو بگو، که ایشون از سوابق کشاورزی خودشون در دشت مقان صحبت کردن، که من گفتم استاد اونا که خب خیلی عالی، ولی بخش برجسته زندگی شما، تأثیری که در فرهنگ گیلان گذاشتید اون مهمتر هست. امیدوارم که تنظیم بشه. من دیگه نمیدونم آیا خاطراتشون تنظیم کردن یا نکردن. این در واقع آغاز آشنایی ما بود. بعدها مثلا ایشون لطف میکردن، مثلا دوستان ما مراسم 8 مارس رو برگزار میکردن، روز زن رو، که اتفاقا همین روزان چیزشه که ما ازشون دعوت میکردیم، میومد اونجا برای دوستان آواز میخوند و آدم خاکی، یعنی مردی در اون سن سال و با اون سابقه کاری به راحتی این پیشنهادها رو میپذیره و همه ما رو خوشحال میکرد. و همین آخرین باری هم که من بگم آقای آشورپور رو دیدم در اتوبوس بود، یعنی اتوبوسی که از تجریش به پایین می اومد، من سوار اتوبوس رفتم دم آقای آشورپور و جالبی که ایستاده بود. گفتم استاد چطوری و خسته میشی اینا؟ گفت نه من هنوز جوانم، خیلی کار دارم. اون روحیه سرزندش به نظر من اعجاب انگیز بود و یادش گرامی که
امیدوارم هم کاری که شما دارید میکنید نامش رو زنده نگه دارید و او اگرچه به گمان من تا زبان گیلکی هست، کارهای آشورپور نام او رو زنده نگه میداره. زنده این باشید. بود در واقع مواجهه آشنایی شما ما. با اثر آشورپور بنابراین به پیش از انقلاب همون دهه احتمالاً 40 و 50 برمیگرده. نه 40 و 50 که نه 50 در واقع از سن 50 برید. 50. آشورپور به هر حال خواننده بود که شهرت داشت ولی که نبود، میدونید، یعنی بعد از سال 32 خب دیگه آشورپور بعد زندان و اینها عملا آشورپور غایب همیشه حاضر بود، یعنی عملا نه رادیو کارش بود نه جایی صحبتش بود و حتی کاست و اینها هم آنچنانی از آقای آشورپور نبود. بعد انقلاب هم که میدونید در واقع هیچ در رادیو تلویزیون هیچگاه آثار آشورپور به اصطلاح پخش نشد، ولی او همیشه حضور داشت، یعنی در ذهن و خاطره نسل‌های قبلی وجود داشت و خوشبختانه نسل به نسل هر چیز که حرکت کرد. بسیاری کسان آهنگای آشورپور رو میخوندن در محافل در جمع، حتی بعضا ممکن نمیدونستن که این کار کیه. و جالبه که این مردم هیچگاه با آب و آتش نمیزد که چه میدونم خودش رو مطرح بکنه، نمیدونم حتما رای باز بکنه به تلویزیون، نمیدونم به رادیو اینها. و هر باری هم که تا جایی که من میدونم گزارش به رادیو اینا افتاد ازش خواستن، دعوت کردن که بار پذیرفت. آره اون دوره اینجوری بود که حالا ما یه خود از مستنترهای خودمون و بدونید البته ما رودباری زبانمون یه خود با گیلکی فرق میکنه تاتیه. حالا من البته به جهت دوستی که با رفقای مثلا رشت و اینا داشتم خب یه خود گیلکی رو بهتر چیز میکردم، بیشتر از زبان دوستان رشتی ما و گیلانیایی که یه خود از ما گیلانی تر بودن، ما از اونها در واقع این آوازها رو شنیدیم. حالا گاهی هم به اصطلاح کارهایی رو دوستان مثلا ضبط میکردن برای هم دیگه تکثیر میکردن، اینا کاراشو به این ترتیب گوش میکردیم. از نظر شما اهمیت کار هنری آشورپور چیست؟ ببینید چند تا جنبه رو باید در نظر بگیریم. اولیش اینه که خب آشورپور اولین کسیه، نخستین کسیه که موسیقی گیلانی و زبان گیلکی رو در یه محدوده در سطح ملی به گوش مردم رسونده. یعنی تا پیش از آشورپور گمان نمی کنم که اهالی جاهای دیگر گیلان زبان گیلان، شعر گیلان اینا رو، ترانه گیلکی رو شنیده باشن. خب این یه حق تقدم بزرگ است برای آشورپور. عرض شود که باز اگر بخوام اشاره بکنم روی کرده آشورپور به ادبیات، یعنی آشورپور در موقعیتی بود که میتونست در عرصه ملی همپای مثلا خوانندگانی مثل بنان مثل دیگران کار بکنه، کما اینکه با آهنگسازهای بزرگ و ترانه‌سرای بزرگ اون روزگار کار میکرد. اما آشورپور به سمت ادبیات بومی، به سمت در واقع شعر و ترانه گیلکی وجه عمده کارش رو تشخیص داد. این به نظر من، حالا خود آقای آشورپور یک بار تعریف میکرد که در دانشکده کشاورزی اون سالایی که دانشجو بود اولین کارش رو که الان یادم نمیاد کدوم کار بود، اونو میگفت من خوندم. این همشهریای ما گفتم بابا این چی آبروی ما رو داری میبری، آخه این نشد ترانه که. خب اونا دنبال چیز دیگه لابد در زبان گیلکی میگفتن فاخر نیست اینها. ولی آشورپور تشخیصش درست بود. ببینید حالا اون دوره اگرچه مثلا از یک جهت ما میدونید دیگه مثلا این میشه تقریبا سالهای 1120 بعد از مثلا شهریور 20، اگر و ایدئولوژی کل حاکمیت ناسیونالیسم بود، اما در این حال توجه به در واقع فرهنگ بومی، به زبانهای در واقع بومی وجود داشت. نمونه بارزش مثلا میشه گفتش صادق هدایته. هدایت در سال هدایت تو مجله موسیقی کار میکرد. خب بدید در جمع‌آوری در واقع ادبیات عامیانه نقش پررنگی داشت هدایت. یکی از دغدغه‌هاش، حالا غیر از اون کارهایی که در حوزه تاریخ ایران پیش از اسلام انجام میداد، این رو هم در واقع
به عنوان بخشی از هویت ایرانی جستجو میکرد که خب جمع‌آوری ترانه از جمله کاراش بود، یا اون قصه هایی رو که از قصه های بومی که صبحی در رادیو میخوند اینها رو هدایت مثلا ادیت میکرد یا اصلا خودش آماده میکرد در اختیار او میذاشت. هدایت در 1118 در مجله موسیقی که نیما هم در باش کار میکردم، اون مجله به نظرم بسیار مهمیه در ادبیات مدرن ایران. یا آدمای گنده‌ای زیر سقف این مجله جمع شدن که حالا دو تا از بزرگترینشون هدایت و نیما هستن. میدید نیما هم تعریف و تبصره، نه ببخشید، عرضه احساسات رو تو مجله موسیقی گذاشت، یعنی پایه‌گذاری در واقع شعر مدرن بخشش در اون مجله. حالا اگه نه پایه‌گذاری، تثبیت دیدگاه‌های نیما در اون مجله صورت گرفت. هدایت در اونجا، حالا از مطلب دور نشم، 1118 یک مقاله نوشت و درباره ترانه‌های عامیانه و اینکه این ترانه‌های عامیانه چقدر میتونه نقش داشته باشه. هدایت اشاره میکنه، میگه که برای بعضی از موزیسین‌های بزرگ مثلا موزارت، مثل عرض شود که بعضی از این غربی‌ها رو نام، شومان مثلا، اینها رو نام میبره، میگه که آره شوبرت اینا، که به اینها بخشی از آثار مهمشون رو، پایه و اساسش رو از ترانه‌های عامیانه گرفتن. یا حتی اشاره میکنه به این که در مجارستان پایه و مبنای موسیقی ملی، حالا موسیقی به اصطلاح اصلیشون، ترانه‌های عامیانه است. منتها اینجا رو باید بسیار به دو بخش تقسیم کرد. یکی خود ادبیات فولک، ادبیات عامیانه است، یا در اینجا به طور مشخص ترانه‌های عامیانه است، که اونجایی که هدف جمع‌آوری اینها هست، خب اینا رو باید بدون هیچ گونه دستکاری عیناً ضبط و نگهداری بشه. یعنی به کسی حق نداره که اینها رو مدرن بکنه و مثلا به روز بقولی معروف بکنه. یک راه دیگه اینه که اینا مبنا و پایه‌ای قرار بگیره برای ساختن یک موسیقی که حالا مثلا ما بهش بگیم موسیقی آکادمیک، موسیقی کلاسیک، موسیقی ملی، هرچی. آشورپور توی بخش دوم در واقع کار میکرد، یعنی ترانه‌های در واقع عامیانه رو میگرفت، کارهای توش انجام میداد و این رو تبدیل میکرد به یک موسیقی که برای همه ما دلپذیر و دلنشین بود. از این دیدگاه کار آقای آشورپور هم در ترانه‌های فولکلوریک، فولک عامیانه های اهمیت در بعضی از کارهاش، هم اونجایی که مثلا پایه رو از اون میگیره. مثلا وقتی بی جنگ جیگه جان یا جمعه بازار میرسیم، ببینید حالا به ویژه در مورد جنگ جیگه جان، خب این یه چیز در ترانه‌های عامیانه وجود داشته. آشورپور یک اجرای کاملا متفاوت که میشه گفت در اون زمان اصلا نوعی پایه‌گذاری شد موسیقی پاپ ایرانی بوده، به ویژه اگر پاپ رو بچه مردمی پاپ رو در نظر بگیریم. اینها به نظر من اهمیت‌های کار آقای آشورپور که من به ذهنم میرسه. ضمن اینکه آشورپور یک امتیازی هم که داشت این بود که به واقع به هنر خودش به عنوان یک رسالت نگاه میکرد. بدونید یعنی خب آشورپور یک شخصیت سیاسی بود، اهل فکر بود، اگرچه اهل فکر بود، اگرچه در جوانی عضو حزب توده ایران بود، ولی کن جزمیت نداشت. تا جایی که من میدونم مثلا به احسان طبری خیلی احترام و ارادت در واقع داشت، ولی جزمیتی که مثلا گاهی تصور میکنن که نمیدونم چارچوبای فلان، و ما نه، اینطور نبود. و به همین دلیل مثلا این روی کرد در ترانه‌هاش هم مشخص و محسوسه، یعنی میدونست چی کار داره میکنه. آشورپور رو صدای خوش به سمت موسیقی نیاورد، یعنی آشورپور صدای خوش بنمایه بود، بعد موسیقی رو به صورت آکادمیک، به صورت جدی، یعنی حالا به وسیله سبا دعوت شد به رادیو، بعد با خالقی کار کرد، بعد یکی دو تا معلم فرنگی داشت اینا رو یاد گرفت. اینه که به گمان من یک بیس و پایه خوبی در موسیقی گیلان گذاشت و از این نظر به گمان من فرهنگ گیلان همونجور که در ابتدا اشاره کردم به او مدیون هست. بله مرسی.
یه نکته که در مورد آشوپور وجود داره اینه که همینجور که شما به دوره قبل اشاره کردین، سال 1318 که فرمودید دقیقا همون سالی که آشورپور موسیقی رو در انزلی شروع میکنه قبل از اینکه بره دانشگاه، و در اون سالن تئاتر شهرداری انزلی که خیلی مدرن ساخته شده بود و انتظار داشتن که اونجا مثلا اجراهای تئاتری در حد اپرا روی صحنه بره، روی صحنه و این ترانه‌های گیلکی رو میخونه. یک جوری انگار آشورپور جزو آدمایی که محصول مدرنیسم رشت و انزلی و گیلان در اون دوره هستن و مثلا همین نگاه تئاتریه، همین رویکرد تئاتری و تلفیق تئاتر و موسیقی خیلی در کارش جدیه و اثر میذاره. این مدرنیسم گیلان که از همون سال در واقع دوره پهلوی اول شروع میشه و نتایجش حالا تا سال 40 اینا میبینیم و بعد البته مسیرش عوض میشه، توی شعر آشورپور آیا اثر گذاشته؟ نگاه رویکردش رو نسبت به شعر تغییر داده؟ ببینید اگر در واقع خط به خط یک به یک نخواهیم بگردیم بگیم که اینجا دقیقا این شد پس در شعر آشورپور ما به ازا پیدا بکنیم، ممکنه که هم چیزی به اصطلاح به دست نیاریم. ولی اگه به مبنای تفکر نگاه بکنیم میبینیم که آشورپور دقیقا بخشی از جریان مدرنیسم رو در موسیقی و حالا ترانه‌سرایی گیلان نمایندگی میکنه و اصلا پیشتاز اون عرصه است. این وقایع به گمان من اتفاقی هم نیست. یعنی اینکه الان من اشاره کردم هدایت 1118 اینو نوشته و تصادفا شما اشاره کردید که 1318 آشورپور اونجا اون کار کرده. یا نگاه بکنید مثلا فرض کنید که نیما 1301 افسانه رو می نویسه، هدایت فکر کنم 1304 یا چند سال بعد اون رو داره می نویسه، چندی قبلش مثلا جمالزاده چیزا نوشته. اینا حالا در حوزه های دیگه، در حوزه تاریخ نویسی، در حوزه چه میدونم علوم اجتماعی، اینا ببینید یک همبستگی بین اینا وجود داره. واقعیت اینه که اینها یک جوری به ثمر نشستن اون بذری بود که در دوره مشروطه پاشیده شد که حالا اگرچه مثلا به جهاتی ممکنه به اعوجاج رفته باشه، اما به شاخه‌اش به ویژه در حوزه به نظر من شعر به ثمر نشست. یعنی در حالا من یه جای دیگه اینو گفتم که اگر جنبش مشروطه و شعر فارسی رو دوتا رو کنار هم دیگه کارنامه‌اش رو ارزیابی بکنیم، میبینیم که جنبش مشروطه در یک سری از چیزها کماکان مسائلش لاینحل باقی مونده، اما اون چیزی که نیما در شعر فارسی پیش برد لاینحل نشد و ادامه پیدا کرده، کما اینکه الان در واقع شاخه تنومند شعر فارسی همون مسیر رو که نیما باز کرده میره. حالا در حوزه گیلان کاملا درسته. یعنی شما اگر خب حالا منم سنم اینقدر نمیرسه که بخواستم بگم شما جوان چی، نه، سن منم خیلی از اینا رو ما مثلا از دانستامونه. وقتی برگردیم به گذشته، پیشینه تئاتر در گیلان، نمیدونم نخستین آموزشگاه‌های مثلا دخترانه در گیلان، نخستین کتابخانه‌ها در گیلان، آشورپور مسئول یه همچین محیطیه. و مضافاً این که آشورپور در اون دوره جوانی به تدریج جذب اون جریانی میشه که در واقع عدالت خواهی چپ و حالا برعکس تصوری که امروز بعضیا ممکنه که القا بکنن، تاریخ ادبیات یا وجدان آگاه نمیتونه نادیده بگیری که بسیاری از بنیانهای عرصه هنر و ادبیات مدرن رو چپ‌ها در ایران آغاز کردن. یعنی از عبدالحسین نوشین بگیرید، از خود نیمای شیش که به هر حال نخستین بار کارهاش، نه که نیما رو بگیم بخوان لزوما به مثلا حزب توده بچسبونیم، نه، نخستین کارهاش رو مثلا در نشریات حزبی جمع شد. کلا اندیشه ها و ایده های نوگرایانه به وسیله چپ ها ترویج شد. جالبه اشاره بکنم به این که مثلا شما وقتی به تأسیس کانون نویسندگان ایران در سال 1347 نگاه بکنید، پیش از اون فرع پهلوی آمده یک تشکیلات دیگه به عنوان حالا چه می‌دونم سندیکای نویسندگان یا چیزی میخواد بنیان بگذاره که خب نویسنده‌های مستقل مخالفت بکنن، اون جریان تشکیل میشه.
شما اسامی که رفتن به سمت اون جریانی که در واقع فرح درست کرد، بلا استثنا جز یکی دو نفر همشون کلاسیکن، یعنی شاعران کلاسیک، سراغ غزل و قصیده اینا. کسانی که این ور میان در کار نویسندگان ایران، بنیانگذاران کار نویسندگان ایران میشن، همشون مدرنیستن. دقت میکنید. و دیگه حالا این ارتباط بدیم به آقای آشورپور. آشورپور از دل یک همچه مکتبی در آمد، یک همچه در واقع دوره شکوفایی و بالندگی اندیشه های مترقی چپ و اینا در کار آشورپور تاثیر داشت، چنان که مثلا در کار مابقی هنرمندان در عرصه تئاتر، در عرصه‌های دیگه، نقاشی، مثلا جلیل ضیاپور رو نگاه بکنید که اونم گمان میکنم از ولایت شما باشه، یا در نسل‌های یه خود بعدتر سیروس طاهباز در انزلی، یا زندیات صالح‌پور و دیگران همینجور بگیرید، یا خود ابتهاج که جزو نخستین کسانی بود که به نیما در واقع روی آورد اینها. بنابراین قطعا آشورپور متأثر از فضای فرهنگی گیلان بوده. البته جلیل ضیاپور رو که فرمودید، حالا نکته جالبش که این دو نفر ضیاپور و آشورپور اصلا توی یه مدرسه بودن، یعنی اینقدر به هم نزدیک بودن. توی انزلی تو مدرسه هر دو تا از مدرسه فردوسی بیرون اومدن که خب مدرسه فردوسی هم مثل مدرسه شاهپور رشت خیلی نقش مهمی داشته توی اون دوره. مهمی داشته. اگه امکان داره متمرکز بشیم بر ترانه‌های آشورپور. یه تصویری لطفاً به ما بدین از در واقع جهان فکری آشورپور در شعر و اینکه ترانه‌هاشو چجوری باید باهاش مواجه شد. اما اتفاقا چون قرار بود در ترانه‌ها صحبت بکنیم، یه یادداشتم برداشتم که بیراه نرم. به نظر من رسید که ترانه‌های آشورپور رو به 5 دسته میتونیم تقسیم بکنیم و بعد مشترکات اینها رو میتونیم بگیم که حالا در چه زمینه‌هایی با هم دیگه اشتراک دارن. ببینید، یک بخش عمده ترانه‌های آشورپور، حالا یا اگر نخوام بگم عمده، آره دیگه عمده است، ترانه‌های عاشقانه است. عاشقانه‌ای که حالا این عاشقانه اغلب پرسوناهای که البته خود این ترانه‌های عاشقانه رو به نظر من به 2 دسته میشه تقسیم کرد. یکیش ترانه‌های عاشقانه‌ای که بر اساس ترانه‌های عامیانه ساخته شده که مثلا در کاراش شما کلالی جان رو در نظر بگیریم، هیار هیار رو در نظر بگیریم، اینا رو از فرهنگ تالشی گرفته. مثلا جالبه که آشورپور از فرهنگ تالشی من دیدم تأثیر گرفته. به نظر من یکی از حوزه‌های غنی اتفاقا در فرهنگ گیلان فرهنگ تالشی به خاطر نزدیکی‌هایی که با زبان اوستایی و پهلوی و زبان در واقع قدیم ایران داره. خب یه بخش ایناست که آشورپور اینا رو میگیره. حالا گاه عین ترانه‌های عاشقانه رو خونده، گاه یه دستکاری توش کرده ولی ملودی رو در واقع حفظ کرده. اینا یه بخش دیگه نه، عاشقانه‌ای که مثل ترانه‌های عاشقانه‌ای که در جای دیگه میتونیم سراغ بگیریم، در مثلا دوره معاصرم فراوان داشتیم. اینجا در بیشتر عنصر غنایی. ببینید، در ترانه‌های نوع اول که برگرفته از ادبیات عامیانه است، ما با صنایع ادبی، نمیدونم اینا، پیرایه‌های ادبی سر و کار نداریم. در بخش دیگری که خود ترانه سرا به اختیار روز به عنوان یک ترانه عاشقانه ساخته، خب ما با یک جور سازوکار ادبی، با پیرایه‌های ادبی هم سر و کار داریم و به یک جور به واقع میشه گفتش که حالا اگر بخوایم اسمشو بذاریم مثلا فاخرگونگی، مثل همون ترانه خروسخان که اشاره کردیم که تصاویر ادبی درجه 1 داره و آفتاب خیزان فکر کنم، آفتاب خیزان مد نظرم بود. که ببین مثلا در آفتاب خیزان که از بهترین نمونه‌های این نوع جدیدی که خیلی ارتباطی به شاید ترانه‌های عامیانه نداره، حالا اگه ترجمه فارسیش رو مثلا بخوام در نظر بگیریم، شعله‌ور شدن آسمان، همانند کردن آسمان شعله‌ور با دل عاشقان، کشاکش مه با شعله‌های آتش، که اینجا مثلا من به یاد تصویرپردازی‌های نیما میفتم. ببینید اون بخش سمبولیستی کار نیما که میخواد عینیت و شیعیت ببخشه به شعر.
نگاه بکنید میخواد در واقع رخ به رخ شدن یک عاشق و معشوق رو، برافروختگی رو، بعد انگار یک جور گر گرفتن، شعله ور شدن، همزمان آسمان هم شعله ور داره میشه و حالا مه در کشاکشی هست که این رو خاموش بکنه. ما در واقع اون لحظه رو تجسم و تجسد در واقع این ترانه برای ما بخشیده. مثل همون کاری که مثلا نیما هنگام که گریه میدهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت. خب در این ترانه از این نوع توصیفگری یا سمبل سازی، سمبل سازی به معنای رمزی گفتن نیست، دوپارگی، یعنی شما احساسات درونی خودش رو برایش یک مابعضای ملموس و بیرونی بسازید. یعنی همونطوری که شعله ور شدن آسمان رو میبینید، شعله ور شدن در واقع شاعر رو، دل شاعر، رخ معشوق، اینها رو بخواید سمبولیزم، منظورم اینه. حالا در هر دوی اینا به ویژه حالا در خب اینو ترانه‌ها از امیال عاشقانه و به اصطلاح عواطف طبیعی انسان طبیعتا سود میبره. منتها تفاوتش با ترانه‌های قبلی اینه که در ترانه‌هایی که بر اساس ترانه‌های عامیانه ساخته شده یک جور بی‌واسطگی وجود داره. هدایت در بررسی ترانه‌های عامیانه میگه که این ترانه‌ها گاه خیلی ساده است، نه اغلب میگه خیلی ساده است، معمولا روی یه تک ملودی ساخته میشه، معمولا فارغ پیرایه‌های ادبیه و گاهی حتی میگه که ممکنه که لحن عوض میشه چون آدمای حرفه‌ای کنار نساختن، ممکنه که قافیه‌ها درست به کار گرفته نشده باشه، اما در عین حال اون معتقدی که بیان به اصطلاح بی‌واسطه و صریح انسان ایرانی به ویژه در زندگی مثلا روستایی. خب که اینا در کار آقای آشورپور در واقع. بنابراین یک بخش رو ترانه‌های عاشقانه آقای آشورپور که خود این رو دو بخش تقسیم کردیم. یه سری از ترانه‌ها که وجه غالب در ترانه‌های آقای آشورپور، وجه غالبش توصیف طبیعت و ستایش از زیبایی‌های طبیعت گیلانه که مثلا در یکی از تصویرات ترانه‌هاش میگه که گیلان رو به زنی تشبیه میکنه که پیراهنی از گل به تن کرده. یک سری دیگه از ترانه‌هایی که از فرهنگ کار و زندگی مردم الهام میگیره، مثل او بجار کار، من بجار کار اینو کنم باره. خب یا مثلا دریا طوفانیه که در واقع کشاکش یک مالا، یک ماهیگیر با دریای طوفانی در بیرون و کشاکش همین ماهیگیر در طوفان درونی خودش با یک عشق. جالبه که در تمام ترانه‌هایی که با مضمون در واقع کار و فرهنگ کار در گیلان آمیخته است، حتما وجهی هم از عشق و تغزل و تغنی توش وجود داره. خب اغلب این پرسوناها میدید پرسوناهای معمولی هستند، دختران معشوق‌هایی هم که در شعر آشورپور هست. مثلا یک جایی که از اون چیز تالشی الهام گرفته، دختر تالش رفته هیزم، این اتفاقا تالشی به ما هم نزدیک، اینجا میگه هیزم اوچینی، یعنی جمع میکنید چقدر هیزم اوچینی، بعد میگه چقدر در دامن خود دچینی، باز رودباری هم همینجور میگن، بعد میگه بیا کنار من برای ماندیچینی، یعنی خستگی در کن. خب ببین این فضای در واقع پریمیتیو، به گمان من اتفاقا پریمیتیو بودن بهش زیبایی میده، بدوی بودن بهش زیبایی میده. یعنی عشق در دختری که مشغول جمع‌آوری هیزم هست و پسر عاشقی که بهش رندانه پیشنهاد میکنه که از این هیزم جمع کردن دست بردار و بیا کنار من قدری بیاسا. اغلب اینجوریه و این هم به گمان من یه جورایی در فرهنگ گیلان وجود داره، کما اینکه از شبت خدمت شما در حوزه‌های دیگر هم مثلا ما نگاه میکنیم ببینیم که این اتفاق مثلا در
کارهای زندیات پوررضا مثلا ما این رو میبینیم. در ترانه های در این جور ترانه هایی که آقای آشوپور گفته اینجا مثلا در شعر گیلکی فارغ از مثلا تشبیهات و توصیفات اینا نیست. مثلا من الان یک نمونه که یادداشت کردم و شاید تخیل به کار برده در یکی از ترانه ها میگه که گل ابریشم مانت زلفان، نره فرقی ستاره با تی چوبان. که خب این نوع توصیف ها خب بیشتر یه جور توصیف های به اصطلاح حالا رمانتیکی یا همون چیزی که دوست ما آقای لنگرودی نوع قدمایی بهش میگه متأثر از در واقع اون نوع ادبیات و شعر هست. گروه دیگری از ترانه‌های آقای آشورپور برمیگرده به ترانه‌هایی که وجه سیاسی و اجتماعی دارن. آره من اگر چیزی رو جا نذاشته باشم آره وجه سیاسی اجتماعی دارن که این ترانه‌ها شاید اگر تعدادشون هم کم باشه به نظر من بخش حداقل یکی دو تا جز بهترین هاست. مثلا اون نازنین همسرم به گمان من یکی از زیباترین ترانه‌ها تو این حوزه هاست که به گمان من حتما میشه بهش اشاره کرد. یا مثلا من یادمه هر جایی که در محافل خصوصی یا حتی در همون کنسرت ابتدایی که اشاره کردم آقای آشورپور خوند گفت من اول باید ترانه امید رو بخونم که شعرش از زندیات احسان طبری بود. خب اینا جزء کار در اون حوزه است. البته بگم مثلا آشورپور یک وسعتی هم در کاراش وجود داره. مثلا نمیدونم حالا اون چیزی که از اپرای کوروغلو خونده بود آیا ضبط شد یا نشد اینا، یعنی ضبط حرفه‌ای اینا شد مثلا اون رو اینو مثلا تو محافل خصوصی خوند. به نظر من جزو کارهای خوبیه. یعنی گستردگی کارش آشورپور خواننده همینجوری نبود که آمده باشه مثلا حالا یه صدایی داره یک 4 تا ترانه براش بسازن، دنبال موسیقی بود. یا مثلا تلفیقی که از من یکی از رفقای گیلانی ما که الان به اصطلاح به ناگزیر مهاجرت کرده در آلمان زندگی میکنه میگه که ما اون اوایل رفته بودیم در یه جایی چیز زبان آلمانی یاد بگیریم. خب اینا همه مهاجر بودن و پناهنده و مهاجر از کشورهای مختلف. بعد میگه تو زنگ تفریح میشد و میگفتن همشاگردی‌ها که آواز بخونیم، به من گفتن آواز بخونن یا آواز ایرانی، میگفت من جمعه بازار رو خوندم و جینگه جینگه جان. اینا تعجب کردن این که موسیقی اروپای شرقیه. و اتفاقا آره آقای آشورپور در واقع جوری از مثلا ریتم‌های اروپای شرقی تاثیر گرفته بود و اینا در کاراش تاثیر داشت. حالا اما در کل این کارها اشتراکاتی که در مجموع این کارها میشه گفت وجود داره، یکیش اینه که ترانه‌های آشورپور عمدتاً سرشار از شور زندگی، عمدتاً نوید به آینده است، خوشبینی به آینده است. همون جمله‌ای که میگم آخرین باری که من دیدمش در اتوبوس با هم دیگر رو تصادفاً دیدیم، اونجا گفتش که نه ما هنوز خیلی کار داریم. من گفتم استاد خستی مثلا بشینید بگم که جا خالی کن وسط اینا. این شور زندگی در تمام کارهای آشورپور بود. این از این جهت هم به نظر من اهمیه که البته خب برمیگرد به فرهنگ گیلان. در فرهنگ گیلان حتی در بجارکاری هم ما اونجور آق و ناله و چه میدونم از شود که زنجموری اینا کمتر داریم. در در ترانه‌های آشورپور این وجه امید به زندگی به نظر من امید به زندگی و شادمانی غالبه. ببین هجرانیات یعنی اون چیزایی که از نمیدونم هجران و نمیدونم معشوق ما رو ترک کرده، نمیدونم چی که یک مضمون غالب در هم شعر رمانتیک ایران، نمیدونم شعر کلاسیک ایران و هم در ترانه سرایی هست. خب در شعر آشورپور هم هست، یعنی معشوق غایب، معشوق در هجرانه. ولی جالبه که هیچگاه مایوس نیست، یعنی همواره یک راهی، یک روشی، یک به اصطلاح دامی وجود داره که معشوق رو به وصال در واقع یا به چنگ بیاره. و آره
از باب در واقع دعوت به شادمانی و شادخویی به نظر من اون ترانه معروف نوروز جزو موارد به نظر من بسیار زیباست که اگر من اینجا آره میگه که سوز سرما رفته غم به یک جا رفته پا بکوبیم یاران. میدونید یعنی این در واقع دعوت حماسی به شور و شادمانی در کار آشورپور به گمان من حتی در سطح ملی اگر بخوام در نظر بگیریم جزو موارد قابل اعتناست. این هم در نظر بگیریم که این موسیقی چه میدونم مبتذل چیز هم نیست، موسیقی است که در عین ساختار موسیقای قوی ترانه قوی از شور و شادمانی و دعوت به زندگی برخورداره. یکی دیگه از ویژگی‌هاش که قبلا اشاره کردم اینه که پرسونای ترانه‌های آقای آشورپور مردم عادی، کشاورز، نمیدونم ماهیگیر و دیگران. و یک نکته هم در مورد فرم در واقع کار آقای آشورپور بخوام اشاره بکنم که البته اینم به گمان من مشترکه در فرهنگ گیلان و اونم اینه که خیلی از کارها بر اساس دیالوگ ساخته شده. یعنی مثلا در اون بجارکاره دختری که دم بخت هست داره برای مادرش ناز میکنه که من بجارکاری نکنم برای من دیگه نمیام بجار و درخواستی از مادر داره و مادر جواب میده. ترانه بر اساس این گفتگو شکل میگیره. یکی از دلایلش شاید ساختار کار در کار کشاورزی گیلان بوده که این گفتگو رو در واقع بین بجارکارها یا بین کسانی که درگیر کار بودن یه جوری به اصطلاح طبیعی و ضروری میکرده. این ساختار اتفاقا مثلا در کار زندیات پوررضا هم هست. من کمتر دیدم در ترانه های در واقع بومی، حالا در چیز جاری که من یادم نمیاد، در ترانه های بومی سایر اقوام هم این دو صدا بودن کمتره. حتی یه جوری میشه گفت که در موسیقی گیلان و حتی در خود ترانه آشورپور مخاطب منفعل نیست. یعنی به محض یک خواننده شروع میکنه به خوندن، مثلا در همون چیز حالا از اون یه روز بشم کنوسکله بگیر که بخش دیگرش باید مخاطب اجرا بکنه، یا اوهویماری که در مثلا شعر آشورپور وجود داره. اینا چیزا مشترکات در واقع کار آقای آشورپور بود که من یادداشت کرده بودم که امیدوارم زیادم وقت نبرده باشه. خیلی عالی، مرسی. باشه یه من نکته که از زنده باشید، ممنونم. خدمتتون عرض کنم که اینجا باید یادی کنیم از آقای سرتیپور که این سه تا ترانه آفتاب خیزان و در واقع جوما بازار و نوروز رو گیلکیش آقای سرتیپور گفته، آقای آشورپور اینو به فارسی ترجمه کرده. خود این نکته که به سعی میکنه اون ترانه هایی که گیلکی در واقع فاخرتری دارن فارسیش رو هم اجرا کنه و ترجمهش کنه و اجرا کنم نکته جالبیه. ولی من پرسش اصلیم اینه که اینو سرتیپور و آشورپور در واقع این محصولات رو نیمه اول دهه 20 بیرون دادن. در اون زمان در ترانه های فارسی یا اصلا در ترانه های ایرانی این زبان و اینجور روی کرد نسبت به شعر نظیر داشته یا چقدر جدی بوده؟ مثلا همین ترانه آفتاب خیزان یا نوروز. آره یه نکته‌ای که من اشاره بکنم، حقیقتش صرف نظر از این که کدوم یک از ترانه ها رو خود آقای آشورپور گفته باشه یا آقای سرتیپور گفته باشه ایشون یا پاینده لنگرودی گفته باشه، اینها در مجموع ما اینا رو به عنوان ترانه آشورپور در واقع الان داریم میشناسیم. البته سهم هر کدوم از اینا به جای خودش باید محفوظ باشه. حالا شاید مثلا این چیز باشه که ما گاهی بی‌دقتی میکنیم و اون کاری که مثلا به عنوان ترجمه مطرحه به اصطلاح به خود آقای آشورپور منسوبه، ولی چیزی به گمان من درسته که حتما میباید حق امثال سرتیپور، پاینده لنگرودی و دیگران که این کارا رو خلق کردن باید حقشون محفوظ بمونه. حتما در تاریخ هنر ایران اینها نوشته خواهد شد. متحقیقت مثلا خود همین جنگی جانو که آیا آشورپور بعد فارسیشو میخونه، فارسیش دیگه اون جنگی جان نیست، اینجا دیگه یک چنگی است. میگه چنگی سازت رو بردار و چیزی لزوما بیشتر ریتمی که آیا آشورپور اجرا کرده در مثلا بخش فارسیش.
در جای دیگری که مثلا دو زبانه بخواد اجرا بشه من بیاد ندارم که این کار اتفاق افتاده باشه. ولی چرا این کارو میکنه؟ ببین آشورپور در واقع میتونست یک خواننده ملی باشه که همون که الان هم هست به گمان من. یعنی آشورپور شما در دوره خودش نگاه بکنید، همین کارهایی که ازش در زبان فارسی باقی مونده، به گمان من جزء، اگرچه میگم به خاطر محدودیت هایی که برای آقای آشورپور ایجاد شد و نتونست کار حرفه‌ایش رو کامل مثل دنبال بکنه، اما همون مقدار کاری که از آقای آشورپور مونده به نظر من در سطح ملی داره ارزش بالاییه. به عبارتی میشه گفتش که آشورپور با برگردان اینها به فارسی هم به عبارتی میخواست در عرصه ملی در واقع هم خودش رو مطرح بکنه، هم فرهنگ گیلان رو مطرح بکنه، و همین که حالا من نمیدونم به هر حال اینکه شما در یک زبان به اصطلاح کمگویشوری مثل گیلکی مثلا مخاطب داشته باشی کجا، تا اینکه در یک زبان بالاخره مثلا چه میدونم در اون دوره 30-40 میلیون نفر گویشور داره. خب اینا میتونه دغدغه باشه، ولی هرچه هست کار به نظر من زیباست. یعنی به ویژه اون کارهایی که ابتدا آیا شورپور گیلکی رو میخونه بعد بیاد فارسی رو میخونه، انگار یک مترجم نشسته حالا به ما میگی که چه اتفاقی افتاده. ضمن این که البته بگم یکی از چیزهایی که مانع زبان رو از پیش پایه های آشورپور برداشته، خود ریتمایی که به کار گرفته و لحن به اصطلاح پرنشاد، ضرباهنگایی که در کاراش وجود داره. من خیلی دیدم دوستانی رو که اصلا آذربایجانی هستن یا دوستی داریم مازندرانی هست، حالا مازندرانی که برای به ما نزدیکه، حتی اصفهانی، من دوستی دارم که الان در ایران نیست، اصفهانیه و یک صدایی هم داره، تصدیق صدای خوبی هم داره، خواننده حرفه‌ای نیست، ولی جالبه که یه چیز حداقل 10-12 تا از کار آشورپور رو از حفظ میخونه. اون جذابیت در واقع موسیقایی کار آشورپور هست که حالا صرف نظر از غنای مثل محتوای اشعار خوانندگان رو جلب میکنه. ببخشید شنوندگانش رو، مخاطبینش رو. بله مرسی. توی ترانه های آقای آشورپور مثلا این کتابی که یه نکته وجود داره اینو اول عرض کنم، اونم اینه که ما خیلی دسترسی نداریم به این که ترانه های اجتماعی تر، ترانه های سیاسی تر و اون اجراهایی که در واقع داخل حزب انجام میشد و چقدرش آقای آشورپور سروده یا چقدرش از در واقع شاعران دیگه استفاده کرده. کتابی که در دسترس ما هست و با در زمان حضور خودشون تدوین شده فقط به ترانه هایی میپردازه که امکان چاپش وجود داشته، یعنی از سانسور رد میشدن، ولی اون ترانه های دیگر رو بهش دسترسی نداریم و نمیدونیم که چه مقدار با اون زبان شعر گفته یا ترانه سروده. اما توی این ترانه هایی که ازشون هست 6-7 تا که در این کتاب جمع آوری شده، آقای سرتیپور گفته، 1-2 تا رو آقای پاینده گفته، تعدادی محلی هستن و غالبشون سروده خود آقای آشورپوره که فارسی و گیلکی هست. یه سوال ساده، اصلا آشورپور آیا شاعر خوبی بود؟ ترانه ها رو خوبی میگفت؟ نه ببین، اگه به عنوان شاعر بخوام در نظر بگیریم باید اون رو به اصطلاح به عنوان فقط یک متن در نظر بگیریم. گاهی وقتا ببینید من جالبه داشتم یک کاری روی ادبی دوره مشروطه انجام میدادم. خب یک بخش مطالعه من روی عارف قزوینی بود و یک کتابی که بکنم مثلا پیش از انقلاب هم چاپ شد و کتاب نسخه‌ای که من دارم طبیعتا سانسور اینام توش به کار نرفته، تمام تصنیف‌های عارف اونجا بدون سانسور وجود داره. من خیلی از اینا رو میخونم مثلا احساس میکنم چطوری میتونه، خب من که نوت بلد نیستم بخونم. خب بنابراین ترانه رو لزوما بر اساس واژه و کلام نمیشه بررسی کرد. بس اینکه مثلا به ویژه اگر بخواد با دستگاه‌های مثلا موسیقی ایرانی راه بده، حتی یک سری از اصوات و حروف اینا تناسب پیدا نمیکنه با اون ساختار موسیقایی. دقت بکنید، یعنی ترانه سرا از یک طرف
یک دست بازتری داره، به این دلیل که میتونه مثلا جای خالی برخی از هجاها رو با کشیده خواندن مثلا پر بکنه، اضافه بکنه، کم بکنه. این گونه آزادی ها رو داره. از یه طبیعی محدودیت هم داره، ساختار موسیقایی یا اون ملودی که وجود داره، یا حالا اگر بخواد بعد از در واقع به نوشتن موسیقی شعر نوشته بشه، التزامی که نسبت به اون داره. این بنابراین نمیشه ترانه رو خود به متن ترانه رو جدا کرد و در موردش اظهار نظر کرد. باید با کلیتشو باید در نظر گرفت. بنابراین من به عنوان شاعر میگم اگرچه جنبه هایی از عنصر در واقع، حالا نمیخوام بگم صناعات ادبی امروز خیلی تفاخری هم نیست، رویکرد آشورپور رو به امر مثلا توصیفی در ترانه‌هاش من رویکرد شاعرانه میدونم. یعنی حتی اونجایی که مثلا به توصیف طبیعت گیلان اینا میپردازه، یک جورایی میشه گفتش که متأثر از نگرش نیمایی به امر طبیعت به توصیف اینها هست. ولی خب به عنوان یک شاعر نه، من نمیتونم قضاوت. به عنوان ترانه سرا در واقع با جایگاه آشورپور یا شاعری که کارش رو صرف ترانه سرایی و برعکس مثلا فرض بفرمایید که کسانی که شاعر هستن در این عالم ترانه، مثلا خانم بهبانی خب یه چیزی حدود فکر کنم 70-80 تا ترانه داره برای خواننده‌های مختلف کار کرده، ولی خب شاعر بود کار اصلیش. یا البته بعضا غزلیاتش رو به عنوان ترانه خونده، اونا منظورم نیست. کاری که صرفا اون موقع تو گروهی که با یدالله رویایی اینا در رادیو کار میکردن، اونجا خب به عنوان یک شغل ترانه‌سرایی انجام میداد. یا عارف قزوینی خب شاعر بود، در این حال ترانه‌سرایی هم میکرد. این دو تا اوضاع جدا. در نتیجه میخوام بگم بیشتر به اون ترانه‌سرا کار آشورپور برای من اهمیت پیدا میکنه در اون مجموعه. حالا این من اشاره بکنم، من از ترجمه مثلا ترانه های بعضی از گروه ها، مثلا گروه های خارجی منظورمه، مثلا متالیکا اینا، مثلا من دید ترانه ای رو از این سید برت، پسر من اگه اسمشو درست تلفظ بکنم امیدوارم، سید برت ترجمه کرده بود. من خوندم ببین چقدر فرق میکنه با فضای ترانه سرایی ما. شاید یکی از نکاتی که ترانه سرایی ما ازش غافل بود، اون توصیه‌هایی که نیما در حوزه شعر مطرح کرد، اگر حتی نیما این رو در حوزه موسیقی هم مطرح میکرد، اگر اون رو در همون زمان ترانه سرایی ما هم به کار میگرفت، ما الان گامی به پیش بودیم. یکیش منظورم بچه روایی ترانه هاست که ترانه امروز ما تقریبا فاقد این بچه میدید، یعنی شاخص روایی نداره. حالا خوشبختانه در سنت ترانه سرایی در گیلان، حتی در ادبیات عامیانش، یه جور وجه روایی وجود داره. یعنی انگاری یک داستانی، مثلا در چیز رودباری هم این رو دارن، آقای وحدتی هم این رو حالا عجیب بکنم زبان دیگه خونده، ای برار جون تزنم از تزن گوشوارا من دارم. خب یعنی عروسی که گوشوارش گم شده، بعد خواهرشوهر مداخله داره میکنه و میگه که نزن زن تو گوشوار زن پیشمالا یا پیشش هست چنش کاری نداریم. یک داستان داره دنبال میشه، وجه روایی که نیما بهش تاکید میکرد. در ترانه سرایی غرب همین مقداری که مثلا من از پینک فلوید نمیدم، از همین کارهای پراکنده ای که مثلا آقای آزاد ترجمه کرد یا دیگران ترجمه کردن خوندم، و یکی از ویژگی‌هاشون این وجه روایی هست. در کار آقای آشورپور هم میگم، حالا یا تحت تاثیر مدرنیسمی که نیما پیشنهاد کرد که دور هم نیست، برای اینکه آشورپور به حزب توده ایران تعلق داشت، کارهای نیما هم اونجا منتشر میشد. آشورپور با مجله موسیقی، احتمالاً اون کسانی که کار میکردن ارتباط داشت، مجله موسیقی رو میخوند. حتی یه جایی من الان به صلاح دور جاش یادم نمیاد، شاید هم توی مثلا تعریف تبصره باشه جایی، نیما میگه که مشکل موسیقی ما این هست که توصیفی نیست.
یعنی میگی که موسیقی ما نمیتونه مثل یک اپرا یک موضوع رو توصیف بکنه. خب این در مورد ترانه‌سرای شعر هم هست. حالا غرضم این که آیا آشورپور یا به جهت اون ارتباطات یا شاید دومی هم اتفاقا سهم غالب داشته باشه، سنت ترانه‌سرای گیلان که یک جور روایت، یک جور قصویت، قصه گویی هم پشتش وجود داشته، به نظر من یکی از امتیازات چیزه که بعدها مثلا در معدود از ترانه‌سراهای به اصطلاح مثلا دهه 30 40 به بعد که جور اوج ترانه‌سرایی هم داریم، این وجه به چشم آمد یا به کار گرفته شده. امروز که تقریبا من همون گرفتاری که نیما میگفت شعر قدیمی ما فرم ندارد، چیزایی که ابیاتی که به ضرورت قافیه، حالا نیمبند و چی میدم تمام بند، اینا به هم دیگه چسبیده شده. یکی از دلایلش عدم رعایت در واقع این یکی وجه توصیفی و یکی وجه روایتگری، نه که لزوما یک قصه بیان بشه. کی هست نمیدونم، ازرا پانده یا یکی هست میگه پشت هر شعر مدرنی یک داستان، یک قصه کوچولو تعبیه شده. حالا نه این لزوما نیست که شعر وارد مسیر داستان بشه، این مراحل داستان از آ به ب، از ب به آخر طی بکنه، نه، ولی داستانی در پشت یک شعر مدرن معمولا میگه تعبیه شده. خوشبختانه در شعر حالا اگر نه همه، در بخشی از آثار آقای آشورپور و به پشتوانه در واقع نوع فرهنگ گیلان وجود داره. من خود بیراه رفتم. یه نکته، مرسی از شما. یه نکته که باز با در واقع زمینه اجتماعی در واقع کار آقای آشورپور میخوام اشاره کنم. خب آشورپور و سرتیپور و در واقع این نسل از هنرمندان گیلان که حالا 4-5 نفر شاید بیشتر نباشن، با آهنگساز خانم اکبر و اینا در واقع محصول جامعه شهری گیلان هستن. اگرچه اون زمانی که اینا داشتن در واقع متبلور میشد هنرشون، باز اکثریت در گیلان با جامعه روستا 70-30 بود، 30 شهریا بودن، 70 روستایی بودن. ولی انزلی و رشت که این دو نفر درش پرورده شدن مشخصا هیچ سابقه روستایی ندارن و شهرن و اینا اصلا تجربه شهری داشتن. خود آشورپور که اصلا از زمان دانشجویی میاد تهران و بعد وارد فعالیت‌های اجتماعی سیاسی میشه و اینا، بنابراین کمتر از بقیه در واقع نسل خودش هم تجربه روستایی داشته. ولی در شعر و ترانه اینها یا در کل در اثر هنری اینا خیلی رد پایی از موضوعات انسان معاصر و موضوعات اجتماعی سیاسی نمیبینیم. حالا باز این نکته وجود داره، بخشی از در واقع کار آشورپور شاید ما بهش دسترسی نداریم که در پشت پرده باقی مونده اون اجراهایی که توی حزب میشده یا غیر. ولی اون چیزایی که بهش دسترسی داریم رو شنیدیم، این رویکرد درش وجود نداره. به نظر شما دلیلش چی هست؟ آیا مخاطب نداشته یا اینکه هنوز زمانش نبوده؟ هرچند این ایرادی که حالا اگه به عنوان ایراد مطرح بشه، ایرادی که به نیما هم میگیرن، میگن که نیما شاعر مدرنیه که میگه که من از این دونان شهرستان نیم، خاطر پردرد کوهستانیم. یا مثلا نیما یک جایی میگه که از این شهر فلان ای خوشا، حالا خود شعر یادم نیست، گوسفندی و رمه‌ای و کوهستانی، هم چیزایی. یا مثلا کار شبانه هنوز از تمام. خب من اینها رو به نشانه اینها رو در تضاد و تنافر با مدرنیسم نیما، حالا در نیما شروع بکنم که به نظر من حالا حداقل من راحت‌تر میتونم در موردش صحبت بکنم. بلکه اون چیزی که مهم هست در مدرنیسم نیما، بازتاب زندگی عینی و انضمامی در اثر هنریه. خب عرصه اجتماعی که نیما ازش داره صحبت بکنه، همونجوری که شما اشاره کردید، اون اجتماع 70%، حالا آمار شما اگه دقیق باشه، 70%ش روستاست و مابقی شهر. هنوز طبقه کارگری شکل نگرفته. درسته حالا به تدریج یواش یواش مثلا داره کارگری مثلا صنعتی در این بخشای خیلی جزئی شکل میگیره. بنابراین یکیش به گمان من زندگی شهری هنوز به صورت یک تجربه عام در نیامده.
شاید در زمینه مثلا نیما چیز هدایت استثناست. یعنی وقتی کار هدایت رو هدایت رو میخونی، هدایت کاملا شهریه. حتی در مثلا داشاکول هم به نظر من تو داستان شهریه، اگرچه از پهلوانی داره به اصطلاح اینجور از سنت پهلوانی قدیمی را داره سخن میگه، یا مثلا در سقط خون، در سگ بلگرد، اینها چیزه. ولی در نیما نه، در نیما عمدتا ما با اینجور گرایش آره یعنی طبیعت و زندگی پیش از سرمایه‌داری ظاهرا نمود بیشتری داره. منتها وجه چیزش اون انضمامی بودن و عینی بودن ماجراست. یعنی اگر مدرنیسم رو ما روی کرد از آسمان به زمین بدونیم، اگر مدرنیسم رو معادل بدونیم با توجه به امر واقعی، امر زمینی، بنابراین نیما میدال. من اینجا نمیخوام بوتیقای نیما رو توضیح بدم. نیما چیزایی که میگه در واقع اساس اینه که میگه ما عادت به دیدن نداریم، فرهنگ ما فرهنگ دیدن نیست، شعر قدیم ما عمدتا بر اساس در واقع ذهنیات ما ساخته شده. ما اگر شمع رو میگیم، منظور ما این شمعی نیست که دود میده، یک شمع خیالی هست و غیر ذالک. بنابراین میگه این دوربین رو سرش باید برگردیم به زمین و حالا بعد بگه حالا برای اینکه برگردونیم باید امر واقع رو بشناسیم، برای شناختن امر واقع باید به توصیف رو بیاریم، بعد باید روایت بتونیم بکنیم حالا الی آخر. بنابراین اون چه که امثال مثلا آشورپور رو متأثر میکرده از جامعه، اگرچه آشورپور به قول شما در شهر، در انزلی، در غازیانی که به علت موقعیت بندریش، به علت مجاورت با به هر حال آن سوی دریا با روسیه و اینها تجربه زندگی شهری رو داشته، ولی 2 قدم اونورتر که میرفته خب زندگی روستایی جریان داشته. توده اکثریت مردم به هر حال کسانی بودن که حالا یا به کار کشاورزی مشغول بودن یا به یکی از این بسیار شیوه های زندگی ما قبل سرمایه‌داری. یکی این نکته است. نکته دوم به نظر من خود نفس بازگشت به اون چیزی که اشاره کردم. در این دوره که این نسل از روشنفکری، این دغدغه که ما به هویت ملی دست پیدا بکنیم، یک نوع باز تعریف از هویت ملی باشه، این باید برگردیم به سمت فرهنگ‌های بومی خودمون و کار آشورپور هم فقط نیست. یعنی شما نگاه میکنید مثلا انجوی شیرازی هم داره چه میدونم اون دوره یک لذت راه انداخته، افسانه‌های محلی داستانا رو جمع میکنه. خود هدایت داره این کار رو انجام میده، صبحی داره در رادیو اینا رو میخونه. حضور شما از بشه که اندکی پیشتر از اون، پیش از اون مثلا ده خدا داره فرهنگش رو آماده میکنه، لغتنامه رو آماده میکنه. قدری مثلا آنسوتر، حالا شاید همزمان باشه، شاملو داره دنبال کتاب کوچه است، از کوچه جمع‌آوری بکنه. میدین یعنی اینا کنار هم معنا پیدا میکنه. به گمان من روی کرده آشورپور به اون حوزه متأثر از این همچین دیدگاهی هم میتونه باشه و این رو من اگر ببینید یه چیزی مثلا من همین الان حتی حس شعر دوستان گیلکی سراری که میخونم، یا حتی مثلا کار شیون رو که کتابی رو که گردگیج خیال حامد جان پسرش در واقع منتشر کرد، اونجا من یه در واقع یادداشتی در مقدمش هم من و هم شمس لنگرودی نوشتیم. اونجا من به این عنصر در واقع طبیعی که یه جور رنگ و بوی بدوی داره، میدونید این لذت بخشه. من حتی مثلا این شعر شاعران مثلا جوان افغانستانی گاهی مثلا جذابیت پیدا میکنه، بخشش برمیگرده به اون پریمیتیو بودن، مگر نه این که میگه که زبان و شعر میخواد ما رو به سپید دمان تاریخ، به سپید دمان زبان برگردونه، مگه نه این که شعر و هنر میخواد حجاب زمان رو برداره و ما برگردیم به اصطلاح ابتدای به سپید دم زبان، زبانی که هنوز به اصطلاح دستمالی نشده، چرک نشده. خب یا حتی مثلا در نظر بگیرید
بعضی از اصطلاحات که در زبان به کار میره از بس تکرار شده ما دیگه خود وجه عینیش رو نمیبینیم. مثلا من یه جایی مثال زدم، وقتی رو میگه داره آبغوره میگیره، ما فوری یادی گریه کردن یک کسی میافتیم، شدت گریه کردن. به عمل آبغوره گرفتن دیگه فکر نمیکنیم، در حالی که کسی که اولین کار کرده یک مشابهتی کشف کرده بین آبغوره‌ای که تون تون داره میاد و اشکی که تون تون داره سرازیر میشه، منتها عباس به کار گرفته شده دیگه ما اون وجه اول رو نمیبینیم. بنابراین برگرداندن به گذشته به عنوان یکی از سرچشمه‌های هنر به گمان من نمیخوام بگم آشورپور آگاهانه اینا رو انجام داده، یک بستری در اون دوره بوده که اون بستر ایجاب میکرده یک چیزی رو و نتیجهش هم اتفاقا خوب بوده. حالا اینکه الان آیا ما الان بخوایم این رو قضاوت بکنیم در مورد اینکه الان اگر آقای آشورپور ترانه سرایی میکرد باز هم باید این کار رو میکرد، شاید بگیم نه، شاید ما از اون دیگه تجربه بلافاصله نیست. ببینید به واقع من اینو میخوام بگم، آنچه که آشورپور مثلا اون چیز تالشی که اون دختری که هیزم جمع میکنه رو نسل شما ممکنه که تجربه نکرده باشید، ولی من اینو تجربه کردم، یعنی من اینو حتما آشورپور این رو به چشم دیده. خب مایی که اغلب در گیلان منزل هم به ویژه مثلا در فصل ییلاقی نزدیک جنگل بود، جو گاز و نمیدونم نفت و اینا با نفت بود، ولی اینکه بخاری هم چیز نبود، با هیزم. خب آوردن هیزم کار دختر پسرای جوان بود. حالا خود این چه مشقتی داشت، به پشت میگرفت، پشت پلتو زخمی میکرد، چه میدونم اینا. حالا این زندگی رو، این رنج رو کسی که درک کرده باشه، خب اون وقت کنار آغوش یک کسی، یک معشوق، یک عاشقی دمی رو به قول آشورپور ماندشینی کردن، اون مثل ژرفای لیریک و غنایش مشخص میشه. دور نبوده از آشورپور. خب شاید حالا این رو البته بگم، در اون دوره‌ای که این کارا سروده میشده یک جور ستایش در واقع زحمتکشان برمیگشته به ستایش روستاییگری. ادبیات اون دوره ما اگر شما نگاه کنید ادبیات عمدتا روستایی، دختر رعیت مثلا بهازی یا خود داستانهای محمود دولت‌آبادی، علی اشرف درویشیان. حالا علی اشرف اگرچه روستایی داره ولی بخشش در بخش چیزاش داستانهای شهری هم هست. خب نمیخوام بگم قداست بخشی، تجسم و تجسد در واقع آرمان حمایت از خلق، حمایت از مردم در روستاها بوده. کما اینکه مثلا نسل حالا یه جور آرمانگرای اون دوره ترجیح میدن برن در روستاها خدمت بکنن، مثل الگوی صمد بهرنگی. خیلی کسان بودن که این کار کردن. مثلا خود من در سال 56 در سازمان انتقال خون تهران مثلا خدمت بودم، استخدام شدم. حالا اون موقع ما 1600 تومان به ما حقوق میدادن، من اونو ول کردم. پاییز همون سال رفتم در بر رودبار، یعنی با مینیبوس به 2 ساعت میرفتیم، حقوقمون هم به جای 1600 شد 1200. تازه بعد 6 ماه حقوق میدادن. اینجا نهارم به ما میدادن، اونجا نهارم باید خودمون بدید. یه جور آرماک‌های حالا خدمت حتما باید در روستا مرکز خلق هست، به واقع هم حالا یه جوری تراکم جمعیت اونجا بود. اینها این مجموعه شاید به اصطلاح پشین عمل میکنه، ولی که در نهایت من میخوام بگم صرف نظر این جنبه‌های خلقی، جنبه‌های آرمانی، اینها واقعیت اینه که اون بخش از فرهنگ گیلان که فرهنگ روستایی هست در این ترانه ها و از طریق این ترانه ها بود که ضبط شد و به دست ما رسید. و حالا البته خوشبختانه حالا که نه، از تا جایی که من خبر دارم ناصر وحدتی از بکنم 30 سال پیش ضبط شد به دست این برابر میره اینا رو جمع آوری میکنه. غرض از این که این جنبه کار هم بسیار حائز اهمیت هست، چون اون زمان هنوز با فرهنگ شهری بود، معنایی که واجد آثار هنری چیز باشه که در حال فنا و نابودی باشه نداشتیم. اینها در کار آشورپور جز نخستین کسانی بود که اینا رو در وجه موسیقی حالا ضبط کرد، حالا یه جور باستورایی از این جنبه به نظر من حائز اهمیته.
خیلی ممنون. یه نکته ای که در مورد من سعی کنم دیگه زیاد خستتون نکنم دیگه به اواخر پرسشام برسم، در مورد آقای آشورپور زیاد مطرح میشه اینه که چرا از یک زمان از سال 38 به بعد دیگه در واقع اجرای موسیقی رو رها میکنه و پیگیری نمیکنه. البته نمیشه بهش گفت که عشق به موسیقی رو نداشته، چون میدونیم که تو اوایل دهه 40 دوست داشته که بره اروپا، بره اتریش و اونجا موسیقی بخونه. اینقدر جدی بوده براش که میخواسته این کارو بکنه، ولی خب حکومت اجازه بهش نمیده، ممنوع خروج میشه و همون کار در واقع مدیریت کشاورزی اینا رو پی میگیره. ولی خب آدمی مثل آشورپور که مخاطب داشته به هر حال و اقبال زیادی در زمینه هنر موسیقی داشته، اینکه در اونقدر زود تقریبا 20 سال کار میکنه، بعد از 20 سال کار میذاره کنار و بعد همه جا اجرا میکنه، در محافل خصوصی اجرا میکنه یا وقتی از ایران خارج میشه بازم اجرا داره، ولی تولید حرفه‌ای موسیقی نداره. این علتش میتونه چی باشه؟ علتش به نظر من سرکوب، فشاری که به آشورپور آوردن. ببین، آشورپور به اصطلاح دو تا به اصطلاح ویژگی در کار آشورپور بود. آشورپور زندگی در واقع معیشتیش رو به موسیقی گره نزده بود. یعنی ببین بخش کسانی که به هر حال مجبورن چه میدونم به این در بزنن به اون در بزنن، جور کوتاه بیان، جور آوانس بدن، اینا دلیلش اینه که خب موسیقی رو به عنوان یک شغل انتخاب کردن، مجبورن با این جور با شرایط بسازن که البته من اون مجبور رو خودم شخصا نمیپسندم. یعنی به قول معروف حالا نمیخوام برای دیگری، برای کسی دیگه آدم نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. ولی که آشورپور به حال اینجور نبود که هنرش محل ارتزاقش باشه، بخواد چه میدونم بلیط بفروشه، هنر بفروشه، زندگیشو اداره بکنه. در نتیجه میتونست مقاومت بکنه. اون انعطافایی که لازم بود شما بری تو این دستگاهی جوری بلولی. بذارید من از یک انزلیچی شریف دیگه همین الان که رفیق نازنین من بود و یادش همین الان داره اشک به چشم من میاره، از علیرضا اسمعبد یاد بکنم. خب علیرضا حتما میشناسید شما، علیرضا رو، اسمعبد رو نمیدونم میشناسید. متاسفانه نه نمیشناسم. یکی از نقاشه آوانگارد به اصطلاح ما بود که همسن منم بود، شاید یه سال از من یا کوچکتر یا بزرگتر. رفیق نزدیک شاملو، اصلا مثل پسر شاملو بود، اینقدر به شاملو نزدیک بود. این ترجلای چیز شاملو بالا اون یک سالت تا در یک جای بین المللی به اصطلاح کار علیرضا انتخاب شد و روی گیتارایی در یک سال درسی به امریکا شد. کار نداریم، آدم به نظر من برجسته بود در اون سن سال. علیرضا اسمعبد یک دوره دیگه متوقف شد و من بهش گفتم یه موقع چیز نمایشگاهی بود اینا که خب خیلی از آدمای چیز شرکت کرده بودن. من بهش گفتم علیرضا تو این نمایشگاه رو میری یا نه شرکت بکنیم؟ گفت حافظ تو فکر بکنیم من باید برم بیام جایی که به اسم دولتی، به اسم فلان، یک همچین سخت گیری. خب و ببین انقدر در واقع، حالا من تو اون موقع، من حتی بعد از مرگ علیرضا یادداشتم نوشتم اون موقع که جایم بزرگ داشته بود، اون رو مثلا خوندم، بعد از یک روزنامه اون رو چاپ کرد که من معتقد بودم به علیرضا میگفتم بابا یه خود کوتاه بیا. یعنی اینجا حالا درسته که مثلا مال چیزه، یعنی اینجوری هم نیست که مثلا برای اینا تاسیسات مال این مملکتی از پول مالیات های مردم ساخته شده، تو حق داری که اینجا تابلو بذاری، تابلو تو بفروشی. ولی خب اون کار نمیکرد و به نظر من تقریبا میشه گفتش که 10 سال آخر عمر خودش رو هدر داد و دق کرد. شاید حتی اینکه به این زودی مثلا در چه میدونم سن زیر 60 داره 58 سال اینا فوت شد. خب من میخوام بگم به واقع، حالا یاد چیز افتادم، این سرسختی رو که آدمی مثل اسمعبد از خودش نشون میداد، خب یه جوری شاید بگیم به ضرر خودش، به ضرر هنر ما تموم شد. این حرفا یک روحیه است. حالا شاید مثلا همه موافق با این ماجرا نباشن. آشورپور هم یکی به این دلیل که زندگیش وصل به چیز نبود، وصل به خوندن و آواز موسیقی اینا نبود. خب عشق و علاقش موسیقی بود
و به همین دلیل میتونست مقاومت بکنه. برای انگیزه نداشت بخواد باج بده بیاد حتما مطرح بشه. حتی در همین سالهای پس از انقلاب هم که آمد، برای میدونی که به مهندس بازرگان اینا آشورپور رو میشناختن. حتی اگر اشتباه نکنم پیشنهاد مدیر عاملی کشت و صنعت مغان رو بکنم بازرگان بله بهش داد که بهش بله آره بله. پیشنهاد کرد که بره اونجا و اینها. یعنی اگر آشورپور میخواست به اصطلاح خودش رو مطرح بکنه در اینا، خب قطعا چیز داشت. اما سختگیری در مورد آشورپور بیش از اینا بود. یک دلیلش ببین مثلا ممکنه که ما یک هنرمند معترض داشته باشیم که به هر حال جای اعتراضی کرده باشه، چه میدونم، ولی آشورپور به عنوان یک عنصر چهره سیاسی مطرح بود. یعنی به مقامات بالای حکومتی، خب به هر حال کسی بوده که در رده بالای موسیقی ایران داشت کار میکرده، صاحب نام بوده. یعنی ارکسترهای بزرگ با کار آشورپور با آشورپور کار میکردن. نمیدونم در بهترین جاها کاراش در اون دوره اولی که کار میکرده ضبط میشده. خب بعد یه همچه آدمی مثلا توده‌ای میشه، خب وابستگی سیاسی پیدا میکنه. اینکه سختگیری ها مضاعف در مورد آشورپور بوده. یه خودم البته به گمان من میدونید سالها دوری از کار آدم رو کرخت هم میکنه. یعنی یه جور کرختی هم شاید مثلا حاصل سال وقتی تو سالها مجبور باشی دور باشی از مثلا اون چیزی که میدونم یک عمری بهش عشق ورزیدی، شاید اینم باشه. حالا من اینو نمیدونم. من خود آشورپورم من هیچ وقت نپرسیدم که استاد چرا مثلا این کار نکردی. آره کاش که اون دوره‌ای که حتی میگفت خاطرات شینارو یه دوره‌ای بود که چه میدونم من هم چون در حوزه موسیقی چیزی نداشتم، اطلاعی نداشتم، شاید او مثلا میلش این بود که من این کارو بکنم، مثلا گفتگو بکنم باش خاطراتشو بنویسم. ولی خب من چون اطلاعی موسیقی نداشتم هم چیزی رو شاید در این وجه سیاسی ماجرا و این سوال پرسش‌ها رو میشد همون موقع باش مطرح کرد. آره. بله البته حالا خاطرات رو اینم یه نوشت. آره نوشت بله خاطرات رو اینم نوشت بگم و حالا یه دوستی ما داشتیم عرض شود که میرفتم پیشش دندان پزشکی که آیا آشوپور هم میشنست. بعد به چیز اون دوست ما شاعرم بود، گفتش که حافظ این دندان پزشکی هم مثل شعرشی یا نه. آره مثل که یه بار رفته بود اینجا آشوپور اذیت شده بود، گفت دندان پزشکیش هم مثل شعرشی یا نه. گفتم نه استاد دندان پزشکیش درجه یکه، حالا تو اذیت شدی ربطی به اون نداره. آره. خب من همین سوالمو میخوام از یک جانب دیگه ای بپرسم. اونم اینه که توی خب برال بعد یک دهه از کودتا میگذره و این جریان های در واقع فرهنگی با رویکرد چپ تقویت میشن توی ایران و تولیدات زیادی هم میکنن، مثلا در حوزه موسیقی هم تولید دارن. اینا به هر حال میتونستن به کمی گذشته برگردن و ببینن که آدمی مثل آشورپور هم هست که میشه باش همراهی کرد و همکاری کرد. خب آشورپور هم ترانه فارسی رو بد نخونده، میتونسته به عنوان یه ترانه خوان و یک آوازخوان فارسی هم مطرح بشه در اون دهه ها. ولی اینا هم دنبال آشورپور نرفتن و این جریان های در واقع چپ مقیم مرکز رو من عرض میکنم و سعی نکردن به آدمی مثل این همکاری کنن. این علتش میتونه چی باشه؟ یعنی آشورپور دور افتاده بود از محفل که این دنبالشون نرفتن، سراغی نگرفتن. ببین البته رو من به چپ و غیر چپ کار ندارم. کلا تو مملکت ما اگر در واقع کسی لطف نکنه پشت پا نزنه که طرف رو بندازه زمین، ما باید خیلی شاکر باشیم. یعنی اینجوری نیست که بیان کسی بگردن دو آقا چرا وایسادی زیر بال تو بگیرن که بیا جلو. اگر ببینن احیانا پا شدی پشت پا میزنن که دوباره بیفتی. این متاسفانه این، حالا من نمیخوام خیلی بدبین باشم، نه اتفاقا بسیار در دوره خود ما حداقل در جمع رفقای خودمون مثلا ما بودن کسانی که همدیگر حمایت کردن و آره. ولی خب بدبینی تا حدودی مثلا میشه ببینم. ببین تا جایی که مثلا من میدونم مثلا حسین علیزاده یه همچه چیزی داشت. حسین علیزاده مثلا این همت رو داشت که به محسنپور مازندران وقتی بود شد، خب
حسین علیزاده رفت اونجا صحبت کرد، در مورد آشورپور هم در واقع آمد صحبت کرد اینا. ولی اینکه چرا سراغ آشورپور، شاید ببینیم اون سن سال فکر میکردن که دیگه آشورپور ازش گذشته که بتونه، یعنی به هر حال آشورپور موقعی که چیز شد مثلا یه دورور فکر کنم 80 سالو داشت دیگه، 75 رو رد من کرده قبل بود. از انقلاب عرض میکنم آقای موسوی، دهه قبل 40 از 50 رو عرض میکنم. نه در اون دهه 40 50 که اصلا آشورپور ممنوع بود، آشورپور اصلا ممنوع بود، سراغ آشورپور نمیشد رفت. و ببین زمینی که خود در واقع چپ ها اون دوره، اون کسانی هم که ظاهر بودن همه تفنگ به دست گرفتن رفتن تو کوهستان، یعنی اساسا نمیشد. حالا مگر اینکه شما بخواید از مثلا آقای ابتهاج نام ببرید که در رادیو بود و دستش مثلا میرسید اینها، سبک و سیاق کار آشورپور وقت با کار آقای ابتهاج جور نبود. یعنی آشورپور اگه بخوام دید دست بنده بگونیم بیشتر دو حوزه پاپ قرار میگیره، موسیقی مردمی، موسیقی فلان، اون طرز کاری که آقای ابتهاج اینا میکردن. ولی راست بگیم یعنی با توجه به آشنایی سوابق دوستی اینایی که وجود داشته میتونستن یه عرصه‌ای برای آشوب باز کنن. اما به گمان من کماکان ببین حساسیتی که در مورد آشورپور بعد از این همه سال در رشت برای همون کنسرت ایجاد شد نشون میده که به اصطلاح روی آشورپور یه حساسیت ویژاله به حد دلیل. یکیش زبان صریح آشورپور بود، یعنی آشورپور به اصطلاح زبان صریحی داشت و حرفش خودش رو به صراحت میزد. در دوره‌ای که خیلی اجتناب میکردن از اینکه اگه بخواست راهی برای خودش باز کنه در هر چیزی به فرصتی با افتخار نمیگم من این ترانه امید رو از زندیات احسان طبری میخونم، در این دوره‌ای بود که اینا یه جور میتونست راه رو مسدود بکنه. اون دو دهه 40 که اساسا به گمان من نمیشد آشورپور رو مطرح کرد. مرسی. خب آخرین سوال من اینه که حالا راجع به زبان گیلکی. یه نکته من به شما این رو بگم. ببین حالا ممکنه بگیم که چرا کسانی دیگه در حوزه‌های دیگه با همون سوابق تونستن کار بکنن آشورپور نتونست. ببین کتابخوان در مملکت ما زیاد نبود، یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید ما فلان نویسنده توده فلان نمایشنامه نویس چپ، حالا غلامحسین سایدی دیگر اینا کار میکردن، دلیلش این بود که تماشاگر اتحاد خواننده کتاب بالا بری پایین بری از 20,000 نفر که بالاتر نمیره. ولی اگر آشورپور یا هر خواننده‌ای در اشل آشورپور بخواست بخونه آوازش گستری، همین وضعی که در مورد زندیات شجریان اتفاق افتاد دقت بکنید. یعنی اگر آشورپور حتی همون ترانه‌های خودش که به قول شما فاقد وجه اعتراضی و اجتماعی بخوند، خودش به عنوان یک چهره مردمی خب میتونست خیلی بیشتر بود و حکومت هم حواسش بود که بی همچین کسانی مجال نده. آشورپور در آشورپور با همین ترانه که شما لطف کردید فرستادید برای من، این ترانه که منم قبلا گوش نکرده بودم، اسمش چی بود؟ دگربار روی یا دیگر چیزی؟ روی یار دیگر. آره خب ببین خود این به نظر من اجرای خیلی خوبه، یعنی کار مدرن، مثلا با همتراس هست با مثلا بهترین خواننده‌های پاپ اون دوره ما. آشورپور با اون صدا که صدای به نظر میاد صدای حالا هنوز جوان هست، سال میتونست 35 خیلی هست. برد، آره میتونست خیلی برد اجتماعی پیدا بکنه و یک چهره شاخص بشه، هم در دوره قدیم هم در این دوره فعلی. هر کسی که یه خود سرش بره بالا و از محبوبیت توده‌ای برخوردار بشه سرشو میزنن. حتی حالا یه مورد به سر اولق پلی شاید ارتباط نشته باشه، ظاهرا من اینجای خوندم که از مدیر اینجوری که این شبکه‌های چیز پرسیدن که آقا عادل فردوسی پور چرا با ورشی، گفت خب خیلی طرفدار داشت، ابلهانه است یا یه همچین استدلالایی، بنابراین نباید میذاشتن که آشورپور و امثال آشورپور از یه حد مثلا کوچولوی 10-20,000 نفر بیشتر مخاطب پیدا بکنن. ممنون. آخرین سوال من راجع به زبان گیلکیه. خب شما میدونین که زبان گیلکی اوضاع خوبی نداره، یکی از زبانایی که در معرض از بین رفتن و انقراض هست
و اگر بپذیریم که یکی از راه‌های نگه داشته زبان تولید محتوا هست و یکی از راه‌های تولید محتوا در حوزه موسیقی هست، ترانه‌سرایان گیلکی زبان چه کار باید بکنن که بتونن به این در واقع حفظ زبان گیلکی کمک کنن؟ با این نکته که امروزه ترانه‌سرای گیلکی هم درجا میزنه، ترانه‌ها یا زبان گیلکی خیلی فاخر و پیچیده‌ای دارن که برای گیلک زبان امروز که زیاد واژه بلد نیست، از تعداد واژگان بسیار اندکی تو زبانش استفاده میکنه و این ترانه‌ها رو اصولا نمیفهمه، بدون در واقع فرهنگ لغت گیلکی نمیتونه معنی ترانه‌ها رو متوجه بشه، تا بخش نیم دیگر از ترانه‌ها اونقدر ساده هستن که اصلا دیگه نمیشه اسمش رو زبان گیلکی گذاشت، بیشتر لهجه گیلکی هست. یه سری افعال هست همه فارسی و یه سری کلمات اندک به گیلکی. ترانه‌سرا چی کار باید بکنه که بتونه راه درست رو توی این مسیر بره؟ ببینید، یک در واقع کاری که ترانه‌سرا برای که به اصل کار خودش پایبند باشه باید بکنه اینه که به زبان روز وفادار باشه. یعنی از ترانه‌سرا نباید انتظار داشته باشیم بره از اعماق روستاها یک واژه رو پیدا بکنه، به قول شما نتونه ارتباط بگیره مگر اینکه تو واژه. یعنی کار ترانه‌سرا ارتباط با زبان زنده که الان وجود داره این رو حالا از ابتذالش جلوگیری بکنه. میدونید حالا من اساسا در زبان فارسی هم معتقد به تعصب در نمیدونم چیز زبان برای موجود زنده است، از پیرامون خودش تاثیر میگیره، بر پیرامون خودش تاثیر میذاره، ولی که جلوگیری از ابتذال درسته. یعنی به ویژه در چیزی که زبان فارسی هم تهدید میکنه ابتذال هست. حالا به این کاری نداریم، اما اون چیزی که به نظر من نگرانی شما رو برطرف باید بکنه در مورد حفظ زبان گیلکی و زبان‌های مثل گیلکی ادبیات مکتوبه. یعنی زبانی که نوشتار نداشته باشه دیر یا زود به تدریج چنان خونسا میشه که تا محو خواهد شد و چیزی ازش باقی نخواهد بود جز یک پوسته نازکی که دیگه اصلا هیچ ربطی به اصلیت نداره. خوشبختانه الان در گیلان این در واقع ادبیات نوشتاری شروع شده. حالا خود جریان حتی ما از چه میدونم از شرفشاه رو بگیریم، بعد خود افراشته، چه میدونم شیون پومنی، شاعرانی به اصطلاح دیگری در حوزه شعر، و الان هم باز شاعران نسل‌های بعدی که حالا آقای بشرا مثلا و بیایم شاعرانی که جریان حس شعر رو کار میکنن. این به نظر من کار مهمیه، ولی مهمتر از این نوشتن ادبیات داستانی و رمان هست، چون اون بیشتر میتونه. حالا یه گرفتاری که ما داریم خواندن رو سخت میکنه. یعنی در واقع منی که مثلا حالا من گفتم زبان ما رودباری ها تاتیه، یعنی یه مقداری به قول یکی از این دوستان ما که در زبان رودباری داره تغییر میکنه، دکتر ادبیات هم هست و دوستان ما، خدای من الان این لحظه اسمش یادم رفت، اون اسم این رو گفته گیلتات، یه چیزی بین گیلکی و تاتی، ولی بیشتر همون در واقع تاتی مال به حاشیه البرزه. حالا میگم ولی برای من گیلکی رو میدونم، یعنی من با رفقای گیلکی زبانم وقتی گیلکی حرف میزنم تعریف از خود نباشه، بعضیا میگن آقا عجب گیلکیه، به اصطلاح درست درمون داری حرف میزنی. یه راه تاکسی یه بار به من گفتم نه من رودباریم، گفت ولی گیلکی بد نیست، ولی من متن گیلکی رو نمیتونم بخونم. این گرفت یعنی معمولا دچار اشکال میشم، بعد ترجمه فارسی رو میخونم، بعد این رو داره میگی این واژه رو که حالا این برمیگردی که بالاخره آدم آشنایی. این رو بگم که در زبانهای بومی دیگه ما غیر از کردی، الان کردا برای رسم الخط دارن میتونن به راحتی بخونن، اون حتی مصوت ها هم آوردن توش اینا. در گیلکی هم احتمالاً یه همچین کارش شد گرفته. در ترکی آذربایجانی ما هم این مشکل وجود داره. من یک نویسنده و شاعر خوب اردبیلی، صالح عطایی، از دوستان نزدیک منه که ایشون به اصطلاح رضا سدوسری در واقع جای سالها قبل نوشت، ایشون اولین کسی که به واقع داره ترکی می نویسه. خب
اخیراً دو تا کتاب ازش در اومد که یک رمان هست و یک مجموع مقاله و شعر. ازش پرسیدم و دوستان دیگه خودم که ترک زبان هستن گفتم ما نمیتونیم بخونیم، سخته این کلمه ها. این مشکل باید جور حل بشه. حالا به هر حال به نظر من اصل ماجرا یعنی زبان رو ادبیات مکتوب حفظ میکنه و حالا ترانه‌سرایی آره در جای خودش میتونه تاثیر داشته باشه، منتها اگه ترانه‌سرایی بخواد هدفش رو چه می‌دونم به نگه پاسداشت زبان بذاره، مخاطب خودش از دست بده، مخاطب خودش از دست بده. اون وجهی که شما میگید مبالغه در یه جور مثلا پاسداشت زبان، یه جوری مثلا حالا جسارت نباشه مثل فارسی رو مثل استاد جلال الدین کزازی مثلا حرف بزنیم در گیلکی مثلا یه همچکاری بکنیم، اون وقت احتمالاً مخاطب ترانه که باید شمول عام داشته باشه باش ارتباط نمیگیری، جور نقض غرض میشه. اما در ادبیات به ویژه ادبیات داستانی این خوب انجام بگیره. خوشبختانه حالا حداقل من یک نفر رو از دوستان لایجانیمون هادی غلام دوست رو مثلا میدونم پیگیر داره این کار میکنه، در نشریه گیلوا دارم میبینم که در واقع نوشته میشه. اگر یک فکری هم من اطلاع ندارم در این زمینه، متاسفانه شدیم تهران گیلمرد، خیلی خبر از اتفاقاتی که اونجا در زبان گیلکی میفته ندارم. البته لطف میکنن دوستانی مثلا مسعود پورهادی، اینا نشریات آقای چراغی برای من چیزایی میفرستن. ممکنه که در رسم الخط هم کاری کرده باشن که ما بتونیم مثلا راحت‌تر بخونیم دیگران. نمیدونم اگر این اتفاق بیفته و ادبیات داستانی در گیلان ادبی نوشتار در واقع را بیفته، بهترین حافظ برای زبان خواهد بود. البته ببین همه جای این که مثلا ادامه کنه آقا گیلکا با بچهای خودشون فارسی حرف بزنن، اینم هست، جای دیگه هم هست. مثلا من در تو خانواده ترک زبان هم دیدم که با بچه‌هاشون دارن فارسی حرف بزنن. البته چیز پسندیده ای نیست به نظر من. حالا چرا این کارو میکنن؟ باید برگردیم به یک سری بسیار عوامل و مسائل اجتماعی و اینکه به واقع همه چیز در مرکز نهفته است. میدونید این مرکز گرایی یک زمانی اینجوری بود که به مرکز فوش بود. این سپانلو یادش بخیر میگفتش که تهران پذیرای همه اقوام و همه شهرستانی ها هست، همه میان در تهران به تهران فوش میدن، تهران رو مرکز گند و کثافت و چی اینا میدونن. اما در این حال به یک آذربایجانی، به یک رشتی، به یک مازندرانی بگه شهرت که استانت بالا چشش امروز میخواد شکم آدم پاره بکنه. اینم هست. یه دوره اینجور نفرت از مرکز وجود داشت، یه دوره مال گرایش به مرکز که آقا اگه میخوای پیشرفت بکنی برو مرکز، اگه میخوای بری دانشگاه برو مرکز، بچه‌ها بعد برو مرکز. و همین دلیل میبینیم مثلا شهرستان‌های کوچیک مهاجرت میکنن به سمت رشت، به سمت فلان. این ناشی از عدم توازن در توسعه است. حالا تا جایی که مثلا من یا دیدم یا شنیدم یا خوندم، مثلا شما در بسیار کشورهای پیشرفته تقریبا یک مینیاتوری، یه چیز کوچولوتری با کتی از همه اون امکاناتی که در شهر میشه داشت، اگر نه بخش قابل ملاحظه شد در مثلا شهرستان کوچیک هم میشد به دست بیارید یا مرکزها تقسیم میشد. اگر یک شهر مرکزی فلان چیزی در شهر دیگه، اینا شاید عوامل باشه. و البته اینم بگم وجود خوانندگانی مثل آشورپور، یا فراموش نکنیم خود ضدیات شیون فومنی چقدر گیلکی رو محبوب کرد. خیلی از مثل من در این مورد میتونم بگم که دوستان غیر گیلک من بودن که بخشایی از حتی اخیراً یک دبیر اخیراً که پارسال پیاسا بی دبیر بازنشسته که اصلا به قول خودش 7 پشتش تهرانیه، در یه مجلسی برای ما یک شعر شیون گیلکی رو از حفظ خوند و البته خب معنیش هم میدونست، برای اینکه خب خیلی هم دور نیست. اینا میتونه کمک بکنه در جذابیت و شیرینی زبان گیلکی که به نظر من جزء نرمترین و یه جور خوشاهنگترین زبان هاست که ما در همین ایران خودمون داریم. بله مرسی. البته خیلی از دوستان ما معتقدن بعد از مشروطه که حالا دو تا بازوی اصلیش در واقع گیلانی ها آذری ها بودن، این هجمه‌ای که بر علیه گیلکی و
آذری، یعنی در واقع ترکی به راه افتاد و جوک ساختن و اینجور داستان ها و بعد تولید محتوای زیادی شد در فیلم و از این سینما و غیره و اعتماد به نفسی که از گیلک زبان ها گرفته شد که نمودش رو همه جا داشتیم. خاطره‌ای که شما از دانشگاه آشورپور هم گفتین موج میزنن، این عدم اعتماد به نفس باعث شد که گیلک ها سعی کنن بچه‌هاشون رو با زبان فارسی تربیت کنن. یکی از من ارتباطاتی که خیلی البته امروز فقط دارن. بگم که نه، گیلک ها خوشبختانه اعتماد به نفسشون از دست ندادن، کما اینکه آشورپور هم به رغم در واقع سرزنش اون دوستان با کارش برد جلو و حالا نمیخوام وجود بسیار به محلی گرایی اینا بکنیم. خوشبختانه در دوره معاصر در همین حتی بعد مشروطه گیلان جزو بسیار در اکثر حوزه‌ها، در هنرهای تجسمی، در شعر، در موسیقی همواره نامدارانی داشته که یعنی مردم گیلان قوی تر از اون هستن که با این حرفا جا بزنن، اعتماد به نفسشون رو از دست بدن. بله. خیلی ممنون استاد، خیلی شما رو قربان اذیت شما، کردیم. من خیلی مرسی، چیز یاد خواهش میکنم. گرفتم. مرسی که وقتتون رو شما در لطف اختیار ما دارید، گذاشتیم. ممنونم از شما. زنده زنده باشید. باشید. شما رو من به از خدا شما هم میسپارم. تشکر براتون آرزوی سلامتی دارم. از شما هم تشکر میکنم، از کسانی که زنده باشید. احتمالاً در جمع ما بودن حرفا رو شنیدن، هم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادن و چون در آستانه سال نو هستیم این رو هم بگم که سال بسیار بدی رو داریم پشت سر میگذاریم و یعنی حالا بگیرید همه گرفتاری های نمیدونم که همیشه این ایام ما داشتیم، این سالها پشت سر گذاشتیم، امسال همه اینها رو در ضریب بالایی متاسفانه تجربه کردیم. وضع معیشت مردم اینا، بیکاری از شود که همه ابتلاعات و گرفتاری های اجتماعی که وجود داشت و بیماری کرونا هم مزید بر اینا شد. یک سال نحس و بدی داشتیم. من امیدوارم که سال آینده چشم اندازه بهتری داشته باشیم. من پیشا پیش به از طریق شما، از طریق دوستانی که در این جمع هستن، به هم استانی‌های خودمون، به مردم گیلان سال نو رو پیش پیش تبریک میگم. آرزو میکنم که گیلان ما سرسبز و شاد و پرتراوت بشه. اگرچه امسال میزبان سایر هموطنان نمیتونیم باشیم، ولی در سالهای آینده گیلان ما همچنان آغوشش به روی همه ایرانیا باز بشه و مردم بیان و از طبیعت زیبای گیلان، عرض شود خدمت شما، از دریا و مواهب گیلان استفاده بکنن و خواهش بکنیم از اونایی که میان طبیعت گیلان رو هم حفظ بکنن. یعنی گاهی وقت آدم غمگین میشه وقتی میبینی که مثلا پس از یک دوره مثلا چند روز تعطیلات یه جوری چهره طبیعت ما آلوده به اشیا و چیزایی شده که آدم غمگین میشه دیگه. امیدواریم گیلان همیشه سرسبز و زیبا و با آغوش باز بمانه و برای همه ایرانی ها محل شادمانی و امید و نشاط باشه. درود بر شما. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدارتون. قربان شما. زنده شبتون باشین. بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدار. شبتون